پس کتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الیکسی هستم و امروز اومدم با یک ویدیوی چالشی توپ دیگه. چالش راجع به اینه که خانومایی که مدل موی حالا ژولیده پوریده و در داغون و فلان و اینا میان میرن برمیگردن یهو میشن حوری بهشتی با مدل موی بسیار زیبا. ویدیو رو من خودم هنوز ندیدم، بریم ببینیم این چالش جدید چی هستش، چی از توش در میاد. پس بدون معطلی، بدون که وقتتون رو بگیرم، بدون که بخوام بگم آقا لایک و سابسکرایب کن، نمیدونم زنگوله و کامنت انگلیسی و اینستای من و فلان و این داستانا، بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. دوستتون دارم، عاشقتونم. لیتس گو. چالش مو حالا جای دیگه همه چی خوب بود. اینم بهتر سوخته. این چالش مو غیر از همه چی رو میبینم به غیر از مو. خب این اوکی، باری کرد بسیار زیبا. بله او آبی و بلوند و مشکی قراقاتی، چه باحال. بله شما چیز اوکی. این چالش مو بود. همه چی دیدیم جز مو، یعنی بله. این واقعا چالش موه، چون آدم به همه چی نگاه میکنه جز موه. طوری خوبی اینجا. خب بله، عجب چالش زیبایی، خیلی باحاله این چالش. بله حالا این هم مو بودش و بچه پلنگ. باری کرده چون به همه میرن قشنگ بدن برونزه میکنن بسیار. ایشون هم قشنگ دیگه مشخصی که بدن حسابی قهوه‌ای کرد. آقا این چالش موه، ما همه چی دارم میبینم به غیر از مو. شما هم همینطوری هستین؟ این تنها چیزی که چالشش نیست موه. خب این نه، این حالا موه چیزای دیگه بود تو چالش. ایشون که اصلا چیزی نداره. این دیگه خود چالش مو بود. این دیگه تنها چیزی که میشه نگاه کرد آقا موهاشه، چیز دیگه نداره برای نگاه کردن. بله خیلی هم چالش مو زیباییه. من ندیده بودم این چالش رو تا حالا. این چالش جدیده. بله این دیگه واقعا چالش مو بوده. چقدر قشنگ، چقدر موه فرفری قشنگ میشه. بله چالش موه دیگه. این دیگه واقعا چالش مو بود، قشنگ. چقدر مکاب تغییر میده اصلا از این رو اینا قشنگ باری کرد. هم مکاب هم میده باحال. باز عروس نداشتم فکر کنم سردرم گرفت. باری کرد خیلی قشنگه. یه آدم دیگه شدش. واو چه تغییری کرده اصلا، از این رو به اون رو شد. این هم چالش چه مدلی قشنگی، چتریاش کوتاه بلند باید نیده بودم. این کلا این هم خیلی تغییر کرد. این هم از یه چالش جدید سال 2022. چالش موه جذابی بودش برای یه سریا رو. آقا حقیقتش چرا دروغ، من تنها چیزی که نگاه نکردم موهاشون بودش، چون چیزایی بودش که خیلی قشنگتر از این موهاشون بود که آدم چیز نگه. و خداوند این چشما رو داده برای اینکه شما زیبایی ها رو ببینید و از دیدنش کاملا لذت ببرید. یه سریاشون چالش مو بود واقعا، یه سریاشون نبود. به هر حال این ویدیو چالشی هم تموم شدش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر از ویدیو لذت بردی، لایک، سابسکرایب کانال و کامنت یادت نره. اینستا منم میادش، 2 تا ویدیو دیگه هم میادش که حتما میتونی اونا رو هم
ببینی در آخر. امیدوارم که روز خوب و زیبایی داشته باشید. دوستتون دارم، عاشقتونم. تا ویدیو بعدی، ادیوس.